های گناه از خودم است. ما دیگه به مردم کردم، ما به مردم باور کردم. دختر من نماندم که مکتب بره، دختر من نماندم که تحصیل کنه. بچه چون غرق هستی؟ در چرت رئیس نوستم خورک. شنیدیم که میگن بسیار زن دلسوز و کارکن است. در حالی که سخت اشتباه میکنم، اشتباه کنم. در کار خودم بسیار جدی است. کل مردم در موردش گپ میزنم. من خود بسیار خوش هستم. کل میتونم تمام مشکل خود براحتی برش بگویم. خواهر جان، زن چی بر ریاست؟ اگر شوهر من زنده می بود من هیچ وقت از دروازه خانه بیرون نمی‌آمدم. باز خدا میدونه که این ریاست پیش برده میتونه یا نه. خدا هم کی واسطش بده. خورکم ما تو خود به سواد هستیم. اگر درس میخواندیم سواد میداشتیم ولی در آشپزخانه نمی بودیم. زندگی خود اولادای ما رو به خوبی پیش می بردیم. باید برن، باید تحصیل کنن، باید درس بخونن، باید یک مقام منصب پیدا کنن. اشتباه کردم. حتما آمد. خیالم که آمد. من امروز بسیار خرسند هستم که خانم ملاله یک خانم پرتلاش من حیث همکار با خود داریم و این جای خرسندی است که یک خانم امروز در بست یک ریاست به معرفی گرفته میشه. به اجازه رئیس منابع بشری من از خانم ملاله تقاضا میکنم که به جایگاه خود تشریف ببرند. خانم ملاله که از افتخار ما هستن. ما در جریان که سوابق اینا رو بررسی میکردم. اینا قابل قدر هستن. در دوران پانتون شاگرد ممتاز بودن و همچنان در دوره ماستری با لیاقت بالایی که داشتن تانستن دوره ماستری را تکمیل کنن. کنکور مقام اول گرفتی دختره که ما تبریک جانت. تشکر مالا جان.
بشناسد خواستم. بله. بله سلام. بسته مدانه؟ شکر. امروز چطور نامدی جلسه؟ امروز کم کار داشتم از خاطر آمدن نتونستم. امروز فاینال شد. از هر شخص 5000 اجباری به خاطر جشن و برای هر مهمان 1000 اضافه باید بده. چطور یعنی 1000 اضافه بتیم؟ یعنی اگه یک نفر 1000، اگه 10 نفر بیاری 10000. با اولیش میشه 15000. اما نداره. تمام خاطرات ما خصوصا در جلسه گفتن که حضور شما که اول نمره صنف هستی ضروری است. گفتن باید 10 دقیقه گپ بزنیم. ملاله ضروری است. فردا باید تمام آمادگی ها گرفته شود. آخر روز است. میبینیم فردا. خداحافظ. خداحافظ. سلام استاد جان. وعلیکم استاد جان. خوب هستی؟ خاله شلخانه است؟ بله خانه هستن بفرمایید. استاد جان بفرمایید. سلام خاله جان. سلام علیکم دختر خانم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب زنده باشی. بیا میشه دختر خانم چای تیار است بیا جان. سلامت باشی خاله جان. چایتان به راحتی نوش جان کنین. ما آمدیم که استاد ما گفتم که چیز برات بگویم که در این مدتی که اولادکای ما در مکتب درس میخوانه میفهمی مقام اول و دوم گرفتن یا کلش از برکت خودت از دختر خنده شیریدم ما مدیونت هستم سبقه سرچم بیا میشه که چهار تا نه راحت باشین چایتان نوش جان کنین. ما فقط از خاطر فیس آمدیم فیس نگیرم چی کار دارم از خاطر فیس خب بیا خود تو بیشی ما دو خانه برم بیش پدر اولاد بیا بیشی درسایی نکاتون دیر نکاتون دیر سلام علیکم. و علیکم سلام. بخیر. خوب هستی استاد دخترم؟ بخیر هستی؟ ان شاء الله خیرتی خواه است. خیرتی است. فردا جشن فراغتم است. خب به خاطر اینا دختر قنم ما شما خود 3000 است. 2000 دیگر این بلد بخشش است به خاطر که زیاد زحمت کشیدی زیاد کوشش کردی شاگردا را رسوندی ان شاء الله بچه ها و دخترای من تمامش از شما راضی است. مالا جان چرا دخترتم؟ چرا قسم نارام هستی؟ هیچ مالا جان 5 سال میشه که ماستری خدا گرفتم 2 سال میشه که در هر دفتر میرم سی وی میتم گفتن انگلیسی رفتم یاد گرفتم رفتم خدمتی کار کردم در این مدت چیا را که نکشیدم چی چیزایی را که ندیدم من در هر امتحان از بسیاری بچه ها پیشی میگیرم بهترین نمرات میگیرم اما آره ببیده رتبه بالا را گرفتم
اما من هیچ چی کنم مادر؟ دخترم نام تو ملاله است. قوی باش مثل همیشه قوی. اما تشویش نکن مادر جان. تا که موفق نشم تلاش میکنم، من تو تعقیب میکنم، زحمت میکشم. پدر مگه نیست خیر است. من به اون پیسه که از استادی خود به دست میارم با همون خرج خانه را پورا میکنم. هیچ که نشد باز میرم یک دو خانه دیگر هم گپ میزنم. بیاز مادر جان میفهمی از چند خانه دیگر برام پیشنهاد شد که برم در خانهشان اولادشان درس بدم. خدا مهربان است، یک چاره میشه. تشویش نکن مادر جان. خواستی بود که کدام چیز مانده و خوردن، یعنی بسیار گوش نشده مادر. چرا دخترم ما نخوردیم؟ هست داشتش بسن نمیرم بشه. کی بود؟ کی بود؟ سلام مادر. خواستی؟ تبریک باشه دختر. چی شده مادر جان؟ چی شده؟ کامیاب شدی بچه. در یک جای بسیار خوب دولتی که رویایش داشتی تا بر خانما کار کنی مقرر شدی. راستی؟ بله دخترم. تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان بسته که بتونه به خانمای ایدیار کاری بکنه و در عرصه ما هم کارشان هستیم. موین صاحب حالا از سخنان گوهربار خانم ملاله مستفید میشه. سپاس از معین صاحب، رئیس صاحب و همکاران گرامی. به نظر من یک امتیاز نه بلکه یک مسئولیت است. هدف ما در نخست کشاندن متن قانون در اذهان عامه است تا هیچ دختری از جنسیتش رنج نبره و پشیمان نباشه. باید با همکاری نهادهای زیر ربط دولتی و نهادهای دیگر روی این موضوع و ریشه‌کن ساختن از این کوشا باشیم و این پدیده را مطابق قانون نافذ کشور ریشه‌کن کنیم. به همه آرزوی موفقیت میکنم. خداوند همه ما شما را یاری کنه و در این راستا یاری همه شما را خواهان هستم. تشکر بسیار.